درود بر شما. بدبختانه امروز از یک خبری ناخوش سر میکنیم از شکار سال نوی در استانبول. چند لحظه پیش خبری ناخوش رسید که نسیم شریپوف، یکی از فعالان گروه سیاسی 24 در ترکیه بازداشت شده است. این بازداشت نخستین نسیم نیست. چندی پیش هم نسیم شریپوف را با همراهی رهبری گروه 24 سهراب ظفر بازداشت کرده بودند و نه یک بار و دو بار، و خوشبختانه هر دفعه اینها با فشار بین الخلقی، با کمک الهی از زندان و استرداد به تاجیکستان رها یافته بودند. من به یک حیران هستم که چرا حکومت تاجیکستان هر یک نفری که مخالف باشد، هر یک نفری که از سیاست ناراضی باشد، اینا دشمن اعلام میکنند، اکستریمیست اعلام میکنند و تروریست اعلام میکنند. به صف تروریستان و اکستریمیست های و افراطگراهای حقیقی و واقعی داخل کردن جوانان چون نسیم شریپوف و دیگر جوانان تماما بیگناه، این یعنی نفوذ دادن، اعتبار دادن به همان تروریست ها، به همان اکستریمیست ها، به همان نابکاران و به همان خبیثان است. شما با دست خودتان آدمان بیگناه را، آدمانی که اصلا تنها گناهشون در آن است که از سیاست شما ناراضی هستند، شما با دو دست ادب به همون لاگر، به آغوش همون افراطی ها میفرستانید. باید شما کی در خواهید کرد که هر یک حکومت باید یک اپوزیسیون داشته باشد، گروه های مخالف داشته باشد که اونا در داخل عمل کنند و از هزار چاپلوس، از هزار تملقگر، از هزار مدحیه سرا و شکریه سرا یک مخالف بهتر است که کمبودی شما را میگوید، ره را از چه برای شما می نماید. حالا که شما میخواید همه را زندان کنید، باید بدانید که اولین نشانه پیروزی انقلاب آن است که وقتی که زندان ها به سناتوریا، زندان ها به بوستان سرا، زندان ها به استراحتگاه بدل میگردند. باید در این باره اندیشید و امیدوار هستم که عقل سالم در دالان های حکومت تاجیکستان، شاید صاحبان عقل سالم هنوز هستند و پیش راه این دهشت، این کثافت، این نگونبختی، این زلالت را میگیرند و جوانان بیگناه را نه تنها نمیگذارند که در وطن زندگی کنند، بلکه مجبور میکنند که ترک وطن کنند و بیرون از وطن هم آنها را یا کوشش کنند استرداد کنند، یا بربایند، یا بدزدند، یا مثل عمر علی قوتوف در نزد فرزندانش در یک کشوری بیگانه تیرباران کنند، که این همه علاج کار نیست. آزادی به نسیم شریپوف، آزادی به همه محبوسان سیاسی. خدا حافظ و امیدوار هستم که همه ما با هم امروز در پهلوی نسیم شریپوف میستیم و همه کاری از دستمون باید میکنیم که یک برادری مبارز، یک برادری بیگناه خود را از استرداد به دوشنبه، یعنی از استرداد به دره مرگ به وادی خاموشان نجات بخشیم. خدا به همراه.